دوستا تشکر از شما. امیدوار هستیم که تصاویری که از تپه وزیر محمد اکبر خان هم دیدین، امیدوار هستم تصاویری که از تپه وزیر محمد اکبر خان همچنان شما عزیزا و دوستا دیدید خوشتان آمده باشه. یک پارک مقبول و زیبا است. امیدوار هستم که تو هموطنان ما همیشه خوش باشن و بیان و تفریح بکنن. برادر بزرگوار خیلی سپاسگزار هستم که در کنار ما هستی. وقتت بخیر، ان شاء الله که جور و صحت سلامت باشی. سلامت باشی. تشکر از شما. وقت شما هم بخیر، جور سلامت باشین برادر عزیز. خواهش میکنم. ماشاءالله چی خوب من یک استایل وطنی. خیلی استایل وطن است دیگه. شکر. از کدام ولایت زیبای افغانستان هستین؟ از ولایت تخار هستم. خیلی خوب. زندگی کابل میکنین یا چکری؟ نه، چکر آمدیم کابل. مهمان هستین دیگه؟ مهمان هستیم ما. امی تخار میگن بسیار یک شهر صفا و پاک داره. ما ندیدیم. بسیار یک شهر خوب است. بسیار یک شهر سرسبز. هوای خوبش بسیار برابر است. ماشاءالله. ما همیشه تعریفایش مثل که از زبان شما حالا میشنویم، از هموطنا و دوستا و رفیقایی که رفتن شنیدیم. نه بخی جایش برابر است. یک چکر برین تخار. یک جایی میریم. یک جایی بخیر. درست است. بخی صحیح است. خداوند شما را عزت نصیب بکنه. سلامت باشین. اینا فرزندتان است؟ نه سهیل جان بچه فامیل است. خوب، بسیار خوب. خوب هستی؟ خوب هستم، بخیر است. جان جور است؟ شکر بخیر باشین. تو مهمان هستی یا خانه ایجاست؟ نه خانه ایجاست دیگه. اینا بچه مامای مسیج آمدن چکر. خوب، بسیار خوب. مهمان آوردی چکر؟ چکر آوردیم دیگه. در خانه بودیم گفتم بیا بریم یک چکر. سر تپه آمدی؟ سر تکای از اکبر خان. بشه خوب مهمان نوازی بکنید. مردم سمت شمال زیاد مهمان نواز. تو هم تخاری هستی؟ ما را می تخار هستیم. ما یک گل سوالی هستیم. خب ماشاءالله. کل ما و شما هم وطن هستیم. ان شاء الله که خداوند در بین ما و شما یک اتفاق و صمیمیت آورده. یکم که نزدیک بیاین. ما و شما خبر داریم که یک دو سه شب پیش پاکستان سر یک ولایت ما و شما یک بمبارد کرد. باز الحمدلله شب گذشته وزارت دفاع افغانستان یک پاسخ خوبش برش داده و وزارت دفاع طی خبرنامه و اعلامیه رسمی اعلان کرد که ما به پاکستان خوب یک جواب دندان شکن دادیم. چه خبر نظر دمی جواب دادن وزارت دفاع افغانستان خوب است؟ والله برادر عزیز ما بسیار خوشحال هستیم از حکومت امارات اسلامی. واقعا یک حکومتی بسیار خوب، امنیت تامین است. واقعا رسیدگی به شورا میکنه. باید همچون جوابی دندان شکنی به همچون کشورهایی که مداخله در افغانستان میکنه باید همچون جوابی دندان شکن براشون بده. حالا خود داده این الحمدلله. خدا را شکر که داده. دیگه پاکستان باز باید یک درس عبرت براشون شود که همچون حکومتی در افغانستان برای فعلا وجود داره. دوباره همچون اشتباهی تکرار نکنه. دقیقاً. وزیر خارجه افغانستان گفت که از چی درس بگیرین؟ از روسیه و از شوروی و امریکا گفت درس بگیری. پاکستان گفت که با چی رقم پاسخ دیدن؟ نه ما شما الحمدلله گذشته ها مجاهد از پدر و پدر کلان ما شما. واقعا چقدر به نظر خودت اینمی پاسخ ها مثبت تمام میشه که